سلام بچه‌ها، به آموزش هدشات خیلی خیلی خوش اومدید. حتما چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید. بدون که وقت تلف کنیم بریم برای ادامه ویدیو. نکته اول اینجاست که خیلی آدم سنسشون هی زود به زود تغییر میدن و میگن این که ما هد نمیزنیم سنسمون خرابه. نه، این کاملا اشتباه. نگاه کنید، من همه رو 200 گذاشتم. چرا؟ چون باید هم 200 بزنیم. تنها 30% از هدشات زدن تو به سنس گوشیتون ربط داره. روی بقیهش به دکمه بازی، دکمه تیر، DPI و کلی چیزای دیگر مرتبط است. 30%ش فقط به سنس گوشیتون مرتبطه. پس لطفا این همه سنسور رو دستکاری نکنید تو رو خدا. نکته بعدی دکمه تیرتون که خیلی تاثیر داره توی زدن و به نظر من اینا که میگن هرچی کمتر باشه بهتر یا بیشتر باشه بهتر، اینا کاملا اشتباهه. حالا بعضی عادت دارن روی مثلا رو 20 بتون هد بزنن، بعد یا روی 40، بعضی یا روی 30. اینا باید بیاین تو ترینینگ اینقدر تمرین کنید تا دستتون بیاد کنون برایشون بهتر. برای من الان 26 بهتره برای اینکه بتونم هد بزنم. و نکته بعدی که اینجاست، نحوه کشید بالا کشیدن دکمه تیرتونه. حالا یا به صورت نیم دایره یا سری میکشید بالا. این بستگی گانایی که برداری مرتبط. گانای SMG مثل UMP یا بقیه گانا باید به صورت نیم دایره بکشید. ببینید اینقدر باید تمرین کنید تا دیگه به دست بگیرید. و خود هر روز کامل به دست هم نمیده و مثل UMP اینقدر باید تمرین کنید تا به دستتون بیارید. و گانای دیگه مثل دیجرت، اینا رو نباید همینطوری نیم دایره بکشیم بالا. نگاه کن الان نیم دایره کامل اصلا نمیخوره به هدش، شما باید مستقیم بکشید بالا. حالا این هم باید اینقدر تمرین کنید تا به دستتون بیاد. ببینید الان من DPI گوشیم تنظیم نیست، قشنگ سر علمی نداشت. و نکته بعدی که اینجاست، رووندن صفحه گوشیتون. این به DPI گوشیتون مرتبطه که اونم باید اینقدر بیاین تمرین کنید تا اونم به دست میاد. بعضی من در روی 100 حتی میذارن، روی 900 700 400 و هرچی که به دست خودتون نگاه کنه دیگه. و یه نکته مهم راجع اینکه هدشات بزنید پرو پلیر شین، این که اینجا شما مثلا UMP رو میگیرید روش خالی میکنید، ولی خب اینجا اشتباهه. باید مثلا وقتی زیر دست رو میخواه هد بزنید باید بزنید، نشد برگردید پشت یختون بمیرون، نشد برگردید. نه اینکه اینطوری بزنید که من میاد راحت فول هدت میزنه. اینطوری به نظر من بهتره. میری داخل میای دقیقا یه همچین چیزی. یکی از نکته های دیگه که اصلا خیلی به سبک بازیتون مرتبطه، بازی با شاتگان هستش که من الان یه دونه شاتگان برمیدارم. خب من اینا زدم 3 تا 14 تایی داخلش بود. این 3 تا هر وست میشه و فکر کنید شما وست زنید. این یکی از نکته‌های کلیدی است که با شاتگان تمرین زیادی لازم داره و به نظر من شما اول برید با گانای SMG مثل UMP فایت بدید، بعدش برید سراغ شاتگان. این به سبک بازی تو خیلی کمک میکنه. و نکته بعدی که راجع به پرو پلیر شدن و خیلی راحت میتونید هدشات بزنید، شما وقتی وسط فایتی یه دفعه اینطوری صفحه نچرخونی، چون زیاد تکون نمیخوری و از فول هدت میکنه. نظرم آروم آروم بچرخونی اینطوری بهتره، خیلی هم راحت. اصلا نمیتونه هدت کنه. اینطوری میچرخی برمیگردی میزنی دوباره میچرخی.
میزنی دوباره چرخی هم میری یکی زدی میره پشت یخت پناه میگیری میای بیرون و و این به نظر من خیلی به سبک بازیتون کمک میکنه. حالا چه پرو پلیر باشید، چه پی سی پلیر باشید، چه موبایل پلیر باشید، این واقعا بیشتر شما که موبایل پلیرید ولی این به سبک هدشات زدنتون خیلی کمک میکنه. و موقعی داریم نکته بعدی اینجاست که موقعی داریم با دیزرت میزنیم که وقتی انمی ثابته میتونید بکشید در حال حرکته نمیتونید کشید. باید یک کم دکمنتیرتون وقتی به راست حرکت میکننی متمایل به راست بکشید والا دقیقا اینطوری. خیلی خب الان چون خیلی دوره هد نمیکنه جایی به چپ میرن با به سمت چپ بکشید حالا اینا که باتن اصلا خیلی راحت میتونیم اینا رو بزنیم. به نظر برید توی فایت بدیم اینجا و هر چیزی که مثل دی پی ای دکمه تیر گوشیتون رو تنظیم کنید. خب اگر از این آموزش خوشتون اومد و به دردتون خورد سابسکرایب و لایک فراموش نشه و اگه جای ایراد داشت لطفا توی کامنت ها بگید نظر خودتون اعلام کنید. اگه چیزی رو یادم رفت بگم پارتای بعدی کامل تری ازش میاد بیرون، بس لطفا چنل رو سابسکرایب داشته باشید. چاکر رحمتونم، خاطر خاطرم، بدرود.